دیگه مبل نخر، با این ترفند خونت 10 برابر شیک‌تر میشه. مبلای قدیمی همیشه زیرش پر گرد و خاک و خوردیریزای بچه میشه و میز وسط هم انقدر سنگینه که قبلش باید گرم کنی. خانم خونه یه روز خسته شد از این وضعیت، یه نگاه انداخت به خونه و به شوهرش و بعد گفت تمومه، یا این خونه عوض میشه یا من، و رفت تو حالت اسپید تمیزکاری. چیکار کرد؟ اول یه سکو چوبی خوشگل ساخت تا ته بالکن، روش چند تا کوسن دست دوم خرید، شیک و اقتصادی. پشتش هم تکه‌های چوبی گذاشت که هم راحت بشه هم قشنگ. زیر این سکو کشوی مخفی، اسباب بازی بچه، تنقلات و وسایل دم دستی همه میرن اونجا. خداحافظ شلوغی. بعدش یک کتابخونی بزرگ زد به دیوار، از دفتر مشق دوران دبستان تا کتابای فلسفی مامان بابا همه سر و سامون گرفتن. در شیشه‌ای هم واسش گذاشت که هم گرد و خاک نیاد، هم همه فکر کنن که خیلی با کلاسی. کنار کاناپه هم یه کمد خوشگل گذاشت برای وسایل اضافه، از جمله 1000 مدل مواد شوینده. بالاش هم یه طبقه باز گذاشت برای چیزای دم دستی، شارژر، کتاب، خوراکی. وسط به جای اون میز جلو مبلی سنگین یه میز سبک گذاشت که مثل پر کاه میره کنار. نتیجه خونه هم جمع و جورتره، هم تمیز هم شیک. تازه دیگه برای تمیزکاری لازم نیست عملیات نظامی را بندازی.